اگه میخوای میزان وطن دوستی ایرانی‌ها رو بفهمی، پس به این داستان از شاهنامه گوش بده. وقتی گرشاسب بعد از 9 سال پادشاهی میمیره، تخت شاهنشاهی ایران خالی میمونه. افراسیاب هم از این موقعیت استفاده میکنه و لشکری انبوه رو به سمت ایران میفرسته. زال میره سراغ پسرش رستم تا اون آماده نبرد با افراسیاب کنه. اما رستم برای جنگ با دشمن نیاز به اسبی تنومند داشت. چندین و چند اسب براش میارن تا انتخاب کنه. رستم برای امتحان هر اسب دستی روی کمرشون میذاشت و فشار میداد و اسبای بیچاره از شدت نیروی دست رستم شکمشون به زمین میچسبید. اسبا یکی یکی در آزمون شکست خوردن تا اینکه چشم پهلوان ایران به کر اسبی نیرومند افتاد با چشمانی سیاه و سمی پولادی. رستم اسبو پسندید و به چوپان گفت که بهای این حیوان چیه؟ ز چوپان بپرسید که این اژدها به چند دست و این را چه خواهد بها؟ و حالا شما بشنوین جواب چوپان. چوپان میگه تو اگر رستمی برو کار ایران و سر و سامون بده. من این اسب رایگان در اختیارت میذارم و در واقع بهای حقیقی این اسب برای بوم ایرانه. پس اگه یه روزی خواستی بدونی ایران و ایرانی چطور در طول تاریخ در مقابل افراسیاب ها سرخم نکرده، یه بار دیگه این داستانو به یاد بیار.